دیگر سوالی کردن، گفتن درباره چند فرزند رسول الله و با چی بیماری ها گذشتن، یعنی فرزندای پیامبرمون چند فرزند داشت پیامبرمون انا و چگونه از حیات گذشتن مقصد برای ما گپ زنین. برادرای عزیز، شما باید دانید که پیامبر گرامیمون 7 فرزند داشتن. 6 تاش از حضرت خدیجه بودن، 1 تاش از گویم غلام زنکشان ماریه قبطیه بودن. فرزندایی که از یعنی ابراهیم بچهش از ماریه بود، دیگر زینب و رقیه و گلسون و کلسوم است، اصلا کاف قطعه کلسوم و فاطمه 4 دختر بود و 3 بچه، قاسم، عبدالله و ابراهیم. البته همین بچه که بگیم عبدالله شا طیب هم میگفتن، طاهر هم میگفتن، ولی اصلی نامش عبدالله بود. برادرها، قاسم میگه پیش از نبوت تولد شدگی است. فرزند قاسمش پیش از پیغمبری. شما میدونید که پیغمبرمون 25 ساله بودن که مادرمون خدیجه 40 ساله بودن. اولین فرزندی که یعنی اولی پیامبرمون بود ای 40 سالگی پیامبر شود. در دوام این 15 سال پیامبر گرامی یعنی فرزندی که به دنیا آمد اول این قاسم بود. قاسم بود طریق یکو بگیم همون آمدن فرزنداش. بعد عبدالله آمد، بعد زینب آمد، بعد رقیه آمد، بعد کلثوم آمد، بعدا فاطمه و بعدا ابراهیم. و قاسم میگه پیش از پیغمبریش تولد شده بود بچه‌کش از حضرت خدیجه. در 2 سالگیش میگه از دنیا گذشت. عبدالله هم میگه قبل از نبوتش به دنیا آمدگی بود. اینم پیش از پیغمبریش و در سین سال خوردیش از دنیا اینش هم گذشت. ابراهیم برادر عزیز این در مدینه میگه تولد شده بود، یعنی این بعد از بگیم پیامبری حضرت بودن. در یعنی 17 یا 18 ماه بود که ابراهیم هم از دنیا گذشت. یعنی فرزندکش بچه‌کش همش خورد گذشتگی هست. 2 تاش پیش از پیغمبری، ابراهیم بعد پیغمبریش اومدگی. زینب دختری که از اول دخترشون بودن، این زنی ابوالعاص ابن ربیع بود. زنی ابوالعاص ابن ربیع. این ابوالعاص ابن ربیع بچه گویم خالش بود. بچه خالش بود انا. و فاطمه به هممون معلوم است این زن حضرت علی بود. و رقیه و کلثوم اینا هر 2 زنهای حضرت عثمان بودن. اول مقصد رقیه را گرفت، بعدا وقتی از دنیا گذشت پیغمبر نازنین من کلثوم دادش و بعدا اینش هم که از دنیا گذشت. بعد حضرت گفت که آنچنان دوست می داشت حضرت عثمان، گفت اگر عثمان دختری 3 هم که می داشت می دادم، لیکن چی کنم که مقصد از من دیگر فرزند باقی نمانده است. این بود برادر عزیز معلومات در گردی فرزندای پیامبر ما. یک کسی دیگر سوال داده است که 3 سال گذشت یگان نفقه نمیارد از طرف شوهر کنم اجازت است یا نه؟ حاضر اگر خواهرای را که شوهراتون نگاه نمیکنن، انا در مرکز اسلامی خودمان مفتیات میگیم یا قاضیات میگیم، همینجا مراجعت کنین
در 4 سال اگر سراغ نکرد، اهمیت نداد، شما بعد رفته از همینجا خط طلاقتون گرفته میتونید. لیکن اگر در همین دوام دیدین که آدمی به اعتبار نگاه بین نمیکنه و مقصد اهمیت نمیته، خیلی در این دوام اگر خودتون طلاقاتون گیرین، میتونه که دیگه مقصد به حضور رفته کارتون کنین. لیکن تماما اگر از او یگان خبر و یگان خبرگیری و تلفن و نفقه و هیچی نباشد، بعد 4 سال از همین مرکز خدمت رفته خط طلاق گرفته و بعد او طرف دیگر به اختیاری شما می شود. اینجا در کسی دیگر برادرها پرسیده است که پیامبر گرامی را کیها شسته بودن وقتی از دنیا گذشت؟ کی مقصد پیغمبرمون را شستن؟ اینجا در برادران شوینده های پیامبرمون حضرت علی بودن، حضرت عباس بود عمکشون و پسران حضرت عباس، یعنی جناب فضل و قسم. بعد غلام های آزاد شده داشت حضرت، مثل شکران و اوس ابن خولی. بعد جناب حضرت اسامه هم در همون آبریزی اشتراک کرده است. یعنی این نفرهایی بودن، حضرت علی، حضرت عباس، فرزندای عباس مثل فضل، قسم. بعد دو تا با غلام های آزاد شده، شکران و اوس، و همچنان حضرت اسامه هم برادر عزیز در این شستن پیغمبر خدا اشتراک کرده گیند. و وقتی که حضرت دنیا گذشت، مقصد در اونجا بحث و مناظره شد که حضرت در کجا مقصد ما باید بگرانیم. جناب ابوبکر صدیق گفتن که ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض. پیغمبرها در کجایی که جان سپاریدن، در همون جای، همون مثال جان سپاریشون، همون جا باید که قبراشون کنده شود. امروزه همین جایی که پیغمبر نازنین ما خواب است، این خانه عایشه مادرمون بود، خانه پیغمبرمون بود. همون جا میگه در حال میگه جناب ابو طلحه که این همون زید ابن سهل بود، بین زید ابن سهل انصاری، مردم مدینه که با کنیت ابو طلحه مشهور است، همین کس میگه در حال میگه جسد پیغمبر خدا را بیراه کردن و همون جایی ده که جانش برآمد، همون جا میگه حضرت ابو طلحه قبرش کند و لحد قطی کند، لحددار کند و پیغمبر در همون جا دفن کردن. در اینجا برادر عزیز سوالهای خیلی بسیاری هست، سوالهای زیادی اومده است. خدا خواهد باز من در سوال و جوابهای منبعد دوام اینها را برای شما باز گفتم میگذارم. الحال الله مهربان دعا میکنم که خداوند عمر دراز و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیب تان گرداند. آمین یا رب العالمین.